واقعیت تلخ است که در سرنوشت یک نفر انسان نقش مدهش، سیاهی شرمگین و پاک نشونده باقی گذاشته است. بهادی‌ها را در کدام محیط بی‌واسطه او تربیت یافت؟ کلانسالان آنها چگونه بودند؟ از جنگل اینا را گرفته آوردن، در خانه‌شان جای و جای کردن، بعد بسیارش طرف قندوز آمد. روح این آدما وقتی که یک بار و دو بار و سه بار و چهار بار اینا به این کارها جلب کرده میشوند، آدمایی میشوند که همیشه در یک فضای محدود زندگی میکنند. دشوار تربیه بود. با آموزگاران، با خوانندگان به حد دغلانه رفتار میکرد. وای کار نکرده، یک درآمد نداشته، از کجا اینقدر صاحب خانواده شده باشد؟ در میهمانخانه دیگرمون در توی و در تمام چیزا میبردن و اونجا رقص و بازی میکردن و بعد از او باز کارهای نامشروع را قطعش میکردن. بچه بازیشان خود در توی میشد. درس میخوند پیش این ملا دیگه خودم چی کارا کردش کرد، کالای دخترانه در جمعش میکرد. بسیار قلابانی را میدانم که هیچگاه تبلیغ نمی کنند، اما یک واعظی را نمیدانم که قلاب نباشد.